پس از 2 سال توقف حرکت قطارها از شهر خوجند به فدراسیون روسیه به راه مانده می شود. حالا برای عملی شدن این کار گفته شنید بین تاجیکستان و فدراسیون روسیه ادامه داشته تصمیم هست تا آخر ماه آگوست سال جاری این مسئله حل خود را یابد. در این باره عبیدالله عابدوف سردار کارخانه واحد دولتی راه آهنی تاجیکستان در منطقه آزادی سوخت صبح امروز سنه 28 ایول هنگام نشست مطبوعاتی به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. وی تاکید کرد که سنه 30 آگوست خط سیر دوشنبه ولگاگراد و 7 سپتامبر باشد خط سیر خوجند ولگاگراد تشکیل کرده می شود. حال حاضر همه قطارها در زواد مهرب باز یک مرتبه از نظر زاده شده. جد تکنیکی واگن‌ها را و رخت خواب پسید کنید همش ارزان کردگی و وی تیاری آماده باشی و قبول قطارها هم از طریق رابطه ازبکستان هم از قزاقستان و روسیه و برنامه تیار. اطلاع داده شد که قطار خط سیر خوجند ولگاگراد هفته یک مرتبه روز چهارشنبه ساعت 12:30 از ایستگاه راه آهنی خوجند به راه می براید. قطار در عموم از 12 واگن عبارت است. حالا مسئولین حالت تکنیکی آن را پورا از سنجش می گذرانند. ارزش سفر باشد همگی 1200-1300 سومانی را تشکیل خواهد نمود. اصلا برای رویان برای این انتقال مسافران نرخ ارزان نشد بسیاری برای سمت‌های ما حاضر در همون باید واقعیت تو دست کردیم همونجا کامل جسده برای فیلم خوجان بگوید سمرقند باغ میشکین کردی قزاقستان من استرخان برگردم در یک کنه‌ای همون خوجان مسئول تو اسکوی برگردم. مسئولان مؤسسه‌های مربوط شعبه نقلیات و کمیونیکاسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت دایر به نتیجه‌های 6 ماهه اول سال جاری به نمایندگان وسایط اخباری عامه حسابات دادند. اطلاع داده شد که دوام 6 ماهه سال جاری توسط همه نماد نقلیات 15230,000 تن بارهای گوناگون خواجگی خلق و 120339 نفر مسافران کشانیده شدند. این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته متناسباً 150.8% یا خود 116.7% را تشکیل داد. نسبت رانندگان واسطه نقلیات 7332 پروتکل‌های بیانیه‌های ماموری و مبلغ 1,224,795 سومی جریمه بندی بسته شده است. با وجود همین فعالیت در سمت همکاری با مقامات داخلی برای به تنظیم نهادی روند نقلیاتی از جمله نقلیات سبودهای تاکسی بهبودی را طلب می‌کند. زیرا قسم زیادی آنها به حجت‌های رسمی یعنی به اجازه‌نامه موافقت و تعطیل فعالیت نموده شده‌اند. در این دوره نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در یک جایگی با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در همه خط سیرها و ترمینال‌ها 1224 رید و سنجش‌ها گذرانیده فعالیت 20080 عدد واسطه‌های نقلیات را مورد سنجش قرار دادند. در این زمینه نسبت رانندگان واسطه‌های نقلیات بیش از 7000 پروتکل‌های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شد که مبلغ عمومی آن 1,224,795 سومانی را تشکیل داد. گزارش فرزانه شمسی و سید مختاری سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.